هست تو همین نافی. 3 دونه فیلتره. اولیش یه فیلتر برنجیه، بله در اومد. از پایین بگیم یه دونه فیلتر سوراخ داره، این برای اینکه یه موقع خود این فیلتر نمدی ذراتش و خودش از فشار گاز یا تکه های این نره تو فیلتر برنجی بزرگ هستش. پنجره مشاهده میکنه این میره کف اونجا قرار میگیره. بعد فیلتر نمدی هست که الان این کثیف شده، میتونید باز کنید بشورید، هست برای تعویضشم. این فیلتر نمدی هستش، این فیلتر نمدی هستش. و فیلتر بعدی فیلتر برنجیه که ذرات و پلیسه های مخزن و داخل لوله که میاد اینجا نگرش میداره. پس 3 تا فیلتر شد: فیلتر پنجره، فیلتر نمدی، فیلتر برنجی. 3 تا فیلتر جا خودش قرار میگیره. بهتره برای که در نیاد قبل بستن نافی سریع نازلا ببندیم. این سریع هم همینطور که قبلا گفتیم همه اتصالات که اورنگ داره یا تفلون خوش یا تفلون معمولی بهش میبندید و به زیرش نشتی گاز پیدا نکنه. نه ببندیم. الان بو جواب میدیم. این اهرمک اینا ببندیمش که بعد با 422 سفتش میکنیم. بعد با 417 این قسمت ها سفتش میکنیم. نازل آبم هر رگولاتوری که باز کردی به جای اینکه بیاد این نازل ها بخواد باز کنید چون اون رنگ داره خیلی وقتا میشکنه، نخواهید بازش کنید، اول یه زیر شیر آب یا همون بنزینی که شستشو میدید بذارید. اگه بنزین رد کرد یا آب رد کرد تمیز بود که هیچ. اگه رد نکرد بازش کنید، حتما تمیزش کنید یا با سریع باد یا فوت کردن که متوجه باز بودن مسیرش میشه. حالا علی سوالا رو جواب بگو تا جواب بده. یکی از دوستان پرسیده که چطور تشخیص بدیم رگولاتور روغن زده. روغن رگولاتور معمولا رگولاتور 30,000 تا که رفت ماشین کار کرد باید سرویس بشه. بعد وقتی مشتری میاد تنظیم بد کار کردن ماشین یا تنظیمش میکنه میره دورو دیگه میاد میگه آقا تنظیم به هم زد. به تنظیم به هم زدنش رگولاتور باید سرویس بشه. اصولا 6 ماه یه بار یا 30,000 کیلومتر. یکی دیگه از دوستان پرسیده که بوبین صدا میده ولی گاز بیرون نمیاد. از رگولاتور بوبین صدا میده تیکشو میکنه. آفرین، این سوال خوبی بود. بوبین صدا میده ولی گاز ازش بیرون نمیاد. خیلی وقتا داریم این شیطونک کنده میشه و بر اثر فشاری که روشه میچسبه به این قسمت خروجی. بعد که بوبین میزنی بوبین باز میکنه ولی گاز بیرون نمیاد، تیک تیکش هم میکنه. این دلیلش این لاستیکه که این مشکلم رایجه. خوب شد پرسید. پس این لاستیک کنده بشه تو اینجا قرار بگیره، بوبین بازی میکنه، لاستیک نمیذاره گاز بیاد بیرون. سال بعد اینه که علت تنظیم نشدن رو دور آرام. علت تنظیم نشدن رو دور آرام تنظیم اهرمک مرحله 3 و به شرطی که همه مراحل رگولاتور خوب انجام شده باشه، فشار خوب باشه، اینا تنظیمش کنین اهرمک ها قشنگ تنظیم میشه و مشکلی نداره. البته هر ماشینی کلن گاز قدمی اولی که برای گاز مهمه و تنظیم کار کردن سلامت موتور، شم، وایر شم، فیلر ماشین ها یا ماشین های پژویی که فیلر ندارند و شیم دارن خیلی مهم. منظور از خروجی گاز در حالت خاموشه؟ بله وقتی که ماشین خاموشه یا رو بنزینه، شیر سنولوید برق توش نیست، بوبین برق توش نیست، این گاز از این قسمت خارج میشه. حالا که کم یا زیاد داره که دیگه عیب میندازه تو ماشین. یه عیبی رایجی هم که داره رگولاتورهای شهاب، عیبی که داره خیلی وقتا قسمت گاز میزنه تو رادیات که مشتری میاد واشر سوزونده و مکانیک متوجه میشه که گاز زده تو این
دلیل گاز و آب قاطی کردن زیر این نافی این پوسته ترک خورده، قسمت گاز میره از این قسمت داخل شلنگا میره تو رادیات و کمپرس ایجاد میکنه و گردش آب موتورا میگیره که برای اون عیب این میانی میگن، تنه میگن یا پوسته اصلی هم میگن، این باید عوض شه که معمولا تعمیرکارا انجام نمیدن، هزینه‌اش باز و بس و اینا، رگولاتورا در کل عوض میکنه ولی عیب مال این پوسته میانی هستش دیگه. سوالی نیست. خب این از مرحله یکم. مرحله یک همونطور که گفتیم یه هسته فشار شکن داره، قسمت سفیدش میره داخل. اینم خیلی دقت کنید، خیلی وقتا هستن مکانیکا یا تعمیرکارهایی که تازه کارن این هسته را برعکس میزنن جا و موجب ترکیدن رگولاتور میشه. این پس از قسمت سفید رنگ به این قسمت میره جا. خب یه دونه اهرمک مرحله یک هستش که شامل ستی که هست، پین، پایه و سری. این قسمتی که بلنده فک داره به سمت هسته میره، قسمتی که اینجا داخل این پین میره، این پین کوتاه به این قسمت. دقت کنید خیلی رگولاتورها را باز میکنید، ببینید تعمیرکار اینجا را سنگ گرفته، عیب نافیا نمیدونن یا رفته یه خال جوش زده اینجا که این هسته زیاد نیاد بیرون، در اصل نافی خراب بوده نتونسته تشخیص بده این کارا کرده. اگه این کارا شما دیدید تو رگولاتور حتما اهرمکا یا همین فکشا عوض کنید. این به این قسمت قرار میگیره. یه نکته هم هست، خیلی وقتا دوستان میخوان فشار گاز رگولاتورا کم کنن، زیاده یا خلسیه این زیاده، نمیخوان فکا عوض کنن یا ندارن، یه دونه واشیر یا یه دونه از این آلومینیوم های پرده های خرابا میچینن میندازن کف اینجا که فاصله کم ترشه، که خیلی رگولاتورا خودش پیچ تنظیم داره، رگولاتورهای ایتالیایی، ولی رگولاتور شهاب پیچ تنظیم نداره متاسفانه. دو تا پیچ بزرگتره به این قسمت بسته میشه که الان بندیمش. سوال نپرسیدن علی؟ چرا؟ روش تست مخلوط گاز و آب چیه؟ که چطور بفهمیم آب و گاز قاطی کرده؟ آب و گاز قاطی کردن یکی از دلایل اصلیش صبح که صاحب ماشین میاد ماشین رو آب کنه تو رادیات، قبل اینکه ماشین رو روشن کنه ماشین سرده، در رادیات رو باز میکنه یه پیسی میزنه تو رادیات که معلومه گاز توشه. یکی از دلیلاش جوش آوردن ماشینه که مشتری وقتی رو گاز میره جوش میاره، یا وقتی شیر گازا میبنده وقتی شیر گازا میبنده مشکلش حل میشه، معلوم میشه از گازه. اینم امتحان کردنه. اینم دو تا پیچش ها صفر میکنی، بریم سراغ مرحله پرسید دوسته که اگر امکانش هست مسیر ورود تا خروج گاز تو رگولاتور نشون بده. توضیح دادم دیگه. کسایی که کار میکنن و قبلا کار کردن میتونن، بازم حالا ما تو پستمون آموزششان میذاریم، همیشه قشنگ توضیح دادیم. این شیطونکه الان در نمیاد که با یه تیغ یا با یه چاقو، این چاقو به دلی یا تیز بر میتونید اینا راحت درش بیاد. رگولاتورهای شهاب اکثرا این کفش چسب هستش، وقتی این جا داره یا خوش شده این لاستیک با ناخون متوجه خوش شدنش بود. اگه خشک نشده باشه و جا انداخته باشه میتونید وارونش کنید لاستیکا، و اگه هم خشک باشه که باید عوض بشه. یه پینی هم داخل این میخوره. یه نکته ای هم که خیلی مهمه، من خیلی دیدم مشتری مراجعه میکنه میگه آقا رگولاتورها تازه تعمیر کردم، تازه سرویس کردم، ولی ماشین گاز نمیخوره، راه نمیره.
میایم باز میکنیم رگولاتور رو، میریم زیر این مرحله 2 زیر پیچش تعمیرکاری که ناوارد بوده 2 تا واشر گذاشته. خیلی مواقع مرحله 3 واشر داره، وقتی اوراق میکنن اشتباهی واشرش هم میذارن تو این مرحله. اینجا 2 تا واشر میخوره که این پایی را نگه داره، باز که میکنن اشتباهی واشر هم میذارن تو این مرحله. حتما بعد از این سرویس این باد برگرده سر جا خودش، میاری بالا باد ول شه پایین. اگه این گیر داشته باشه ماشین ما گاز نمیخوره. بعد دیافراگم هستش و خرابی دیافراگم قبل از بستن همینطور ما میذاریم سر جاش، همینطور که الان مشاهده میکنین دیافراگم یه زدگی هایی داره. خیلی وقتا قبل اینکه رگولاتور گاز تستش میکنه قبل باز کردن از این لایه های نشتی ریز گاز داره که باید عوض شه و این جایی که دورش یکم گشاد شده یا زدگی داره این صف. این دیافراگم معمولا باید عوض بشه و یدکش هم هست تو بازار. فقط قطعات اصلی شهاب باید استفاده کنیم، قطعاتی با جنس و کیفیت عالی. خب این اهرمک ها میخوایم بزنیمش جا. 2 روش داره، میتونیم برگردونیم رگولاتور رو بزنیمش جا برای اینکه حالا دوستان ببینن یا خیلی ها اینطوری جا میزنن. میتونیم یه پیچ گوشتی این قسمت بذاریم اینطوری بگیریمش، اینو بزنیمش جا و بعد اینجا. نکته بعدی تشتکش هست که این نم باید سالم باشه. تشتک میخوره روی این لبه و یه فنر رو یه مهره داره که از همه اینا جدا میشن، میذاریم و اینا میبندیم. این زیاد نباید صفر بشه، این سوپاپ اطمینان رگولاتور هستش، به ته که رسید کافیه، لزومی نداره که ما زیاد سفتش کنیم. که البته صفحه های استاندارد شهاب با سوپاپ هستش فروشش، بدون سوپاپ نیست که روش تعویض سوپاپش طوری دیگه هستش که حالا یه دفعه دیگه اونا براتون توضیح میدم که اصول اصلی رگولاتور شهاب اون طور هستش که جمع کردنشه. بعد که اینا بستیم حتما باید ببینیم که این از اهرمکش در نیامده باشه و بعد فنراشا میذاریم جا و مرحله 1 و 2 را میبندیم. ما به خاطر اینکه وقت دوستان گرفته نشه 2 تا از پیچا را میبندیم و بقیه توضیح میدیم. 2 تا واشر فنری میخوره. حتما برای بستن دوستان یادتون باشه این 2 تا پیچ وسط ها ببندید و بند کنید. وقتی همه بند شد به کف برسونید که دری الا کلنگی نشه بازی کن. خیلی وقت داریم صفحه را عوض میکنیم، بعد رگولاتور هم سرویس میکنیم، صفحه نوع بازم از دری زیر دری گاز نش میده که این تاب دار شدن دری هستش. دریای شهابم به 2 صورت فلزی و پلاستیکی هستش که قابل تعویض هم هست. این است. حالا علی جون سوال را بپرس. یکی دیگه از دوستان گفته علت خرابی اهرمک چیه؟ از کجا بدونیم اهرمک چتونه خرابه؟ علت خرابی اهرمک وقتی رگولاتور سرویس شد یه مرحله 1 و 2 این مرحله 2 را گفتم، مرحله ببینم که یه خار داره این همینه، مرحله 3 یه شیطونک خار داره. این نرم بودنش سالم نشونه سالم بودنش و اگه خوش شده باشه این خرابه. خیلی وقتا اکثر تعمیرکارا برمیدارن اینا کجش میکنن صافش میکنن که بتونن خروجی گازا کنترل کنن یا سنگ میزنن، این اهرمک خراب میشه و این باید عوض شه. این اهرمک روش صحیحش باید این قسمتش عمود باشه، یه زاویه 45 درجه دوباره عمود به این قسمت. این اهرمک الان سالمه، هیچ مشکلی هم نداره. سوالی بعدی؟ سوالی نیست. خب این اهرمک 2 تا پیچ میخوره. گفتم خیلی وقتا پیچایی که باریک تره خود کارخونه اومده 2 تا واشه زیرش گذاشته. خیلی وقتا هم پیچا سرش بهنه بدون واشره که اینا دوستان اشتباه به مرحله بعد
نبندن. بگیرش. برای بستنش 2 تا پیچا با هم به کف برسونید که جاش باز نکن. برای اینکه مطمئن باشید اهرمکتون سالمه، اینم باید بازی کنید. قسمت انتهاش خیلی موقع به داخل این گیر نکنه. اگه گیر کرد با یه دونه پیچ گوشتی میتونید اهرمش کنید و هدایتش کنید. نکته بعد اینه که این فاصله این پین با این پایه نبا فاصله باشه که این لقی داشته باشید. اگه لقی زیاد داشت میتونید با باز کردن دهنه قبل بستن این لقی ها انجام بدید، یا اگه بس جمع نشد این خیلی بازه این دهنه را میتونید ببندید. که بعد از بستنش یه فنر داره که این فنر را پیچه تنظیم دورارم، این فنر هم حتما باید استاندارد خودش باشه. موقعی که میخوایم اینا تنظیم کنیم برای که بتونیم رو همه ماشینا خوب جواب بده، این پیچا یه 3-4 دور میبندیم. قسمت اهرمک به این صورت که یه چیزی میذاریم نباید گیر کنی، نباید بالا باشه نباید پایین باشه، یه راسته باشه. این جواب کارا میده دیگه، این مشکلی نداره. بعد واشر دیافراگم مرحله 3 هستش که به صورت کشویی این هم میره جا. بفرمایید. یکی از دوستان موقعی همین لحظه داریم دیافراگم میبندیم پرسیدی که از کجا بفهمیم دیافراگم خرابه، تازه اومده باید تعویض شه. این رگلاتور، این دیافراگم الان میخوام توضیح بدم. این دیافراگم یکی از دلایلش خوش شدنه که الان این نرم و خوب هستش. زدگی و آسیب دیدگی این قسمت ها هست که اینا باید حتما تعویض شه. این دیافراگم جنس مرغوبش همین شرکت شهاب هستش یا شرکت های دیگه که میزنن دوستان، لاستیکی یه سریش هست مقوایی جواب نمیده. سالم بودنش هم این صفحه هستش که پرچش درست باشه و این باشه. اینم به این قسمت کشویی میزنیمش جا و سوراخاشا مطابقش انجام میدیم. در یه شهاب یه زدگی داره، کنار نوشته کلاس اتو 3. این قسمت زیر این پیچ میخوره. دوستان میخوان سری رگلاتور را جمع کنن، ببینید قسمت های دیگه مچ نمیشه سوراخ ها. این روبروی این سوراخ کنار کلاس و اتو اینجا به این قسمت به خاطر این پیچ هستش که یه بریدگی و شکاف دار که این هم الان 2 تا پیچش ها بیشتر نمیبندیم که دوستان اگه سوالی چیزی هست بپرسی. رگلاتورمون داره کارش تموم میشه که هر سوالی هست جوابگوی شما ما باش. یه دوستان اصلا داره چند بار میپرسه تازه اومده میگه که علت گاز رد کردن میشه دوباره توضیح بدید؟ علت گاز رد کردن پست میذاریم دوباره ببینید، مشکل نداره. اینم مرحله 3 درش پلاستیکیه، قبلا فلزی بود آلومینیومی بود. زیاد سفت کردن نداره، به ته رسید یکم که سفتش کنی کافیه که این سر یا خراب نشه و واشرا خراب نکنه. برای بستن بوبین که اینا باید ترکدار عوض کنید. حالا ما میبندیم که دوستان مغزی بوبینا میذاریم سنولوید یا بلنجر میگن، میبندیم. اورنگش مهمه دوباره تفلون یادتون نره. بوبین اینجا قرار میگیره، یه دونه فنر هستش، فنر بوبین و پیچ سری که اینم حتما یادتون نره برای تنظیمش برای اورنگش تفلون بزنید. اینم میبندیم. دوستان یه عیبی که دیگه داره، عیبی رایجی که داره، خیلی تعمیر کارآور دارن این بوبینا بیش از حد سفتش میکنن، ماشین گاز نمیخوره که اینم به ته رسید کافیه. بعدم که این اورنگ اینم اگه خراب بود که عوضش کنید یا یه دور تفلون بزنید جا. 2 تا پیچه داره، پیچاشم ببندید که الان ما بعد میبندیم
سوالات اون وقت باشه. یه پیچ تنظیم هم داره رگولاتور شهاب. CNG نیازه به باز کردن نداره، ولی یه سری ماشینا که تنظیم نمیشه، مثل ماشینای 6 سیلندر، ماشینای خاص، پاترولا، شورلتا، یه نیم دور این پیچا میتونیم شلش کنیم که رفتن گاز راحت تر انجام بشه و بهتر تنظیم بشه. اینم از رگولاتور شهاب. هر سوالی هر چیزی هست اگه تو لایف هستید بپرسید، بعد لایو هم دایرکت کامل جوابتون رو میدم. اگه اصول این رگولاتورها یاد بگیرید، تمام رگولاتورهای 3 مرحله یا میکسریا راحت میتونید انجام بدید. بفرمایید. سوال نبود؟ یکی دیگه از دوستان پرسیده که گاز رد کنه فنر بوبین رو قوی کنیم عیبش رفت میشه؟ فنر بوبین معمولا وقت فنر بوبین ها خوب سوالی کرد، برای این قوی میکنن که اون لاستیک هسته خرابه، جنسش خشکه و سفته. فنر اگه فنر استاندارد شهاب باشه و لاستیک خوب باشه نیازی به کشیدن فنر نیست. این همه عیبا میان چون رگولاتور همون مشکل نافی که اول گفتم داره، گاز بیش از حد رد میکنه دیگه، میان برای کنترلش یه سری کارایی میکنن. نیازی به کشیدن فنرها نیست، ولی گاهی مواقع که بازم اجبار شد یا نشد مشکل نداره بکشی، ولی فنری اصول این فنری فابریک خودش باشه اصلا نیاز به کشیدن نداره دیگه. سوالی؟ کسی سوالی نپرسید. هر سوالی هست در مورد رگولاتور شهاب بپرسید تا بدون جواب. داریوش هم هستش؟ تمامی قطعات شهاب هم یدکش تو بازار موجوده دوستان، میتونید تهیه کنید و برای تعمیراتتون رو استفاده کنید. زمانی که لاستیک بوبین قیچی میکند به صورت مکرر، توضیح بده متوجه نشدن. لاستیک بوبین قیچی میکند به صورت مکرر، منظورت من نگرفتم. اگه لاستیک کفش خراب باشه که مشکل مال همون فشار گازه، اگه فنرها بشکنه، این اگه لاستیک پاره بشه فنر قوی تو سر رگولاتور گذاشتی. به صورت مکرر میگه شیطونکش پاره میشه. فکر کنم فنرش بلندی فنر مهم نی، فنر قویه فشار زیاد میاره که اصلا بعد ماشین تو گاز خوردن مشکل پیدا میکنه. اگه گاز رد کنه فنر ببینم میشه نمیگه. آقای راشدی شما برای رگولاتور شهاب سوالی چیزی داری؟ من در خدمت. خسته نباشی، سلامت باش. رگولاتور LPG هم به همین صورته. رگولاتور LPG هم یکم ساده تره چون سیستم کم فشاره، ولی اونم یه سری ترفنده های داره. انشالله رگولاتور LPG هم براتون توضیح میدم. سلامت باش آقا ناصر. قربونت آقا احسان. یه نکته دیگه هم که میخوام بهتون بگم دوستان، رگولاتور موقعی که برای تنظیم میاد پیشتون، حتما قبل تنظیم کردن به خصوص تو این فصل دستتون رو بذارید روی این قسمت آبش، بالای نازلای آب روی این قسمت، که
الان میارم بالا نگاه کنید. این قسمت حتما باید این قسمت داغ باشه. داریم مواقعی که رگولاتور داغ نیستش یا یه سری از سرایا تو کارخونه که تولید میکنن یا تو کارگاهی که تولید میکنن در پوشش قسمت کفش گرفتگی داره، یا بعد تعمیر مشکل پیش میاد که پیچ این چسب مزدا داخلش میره و خوش میشه، کیپ میشه که باید مسیر آوا یا شلنگا چک بشه بعد از رگولاتوری که سالم. حتما چکش کنید که به مشکل بر نخورید. سوال دیگه؟ مجید جواب. مجید کدوم بود؟ لایف ها را سیو کنید داخل پیج. کلیپ آموزش کامل میذاریم. چش آقا مجید. علت گاز خوردن ماشین تا نصف چی؟ علت گاز خوردنش تنظیم نبودن یا گیر بودن اهر و مکان میشه، صفر بودن هسته بوبینم میشه که این پیچ بوبینا بیش از حد صفر میکنن و بعد به مشکل برمیخوره. هسته بوبین لاستیک شیطونه که قسمت پایینش حمله ها سالمه، فقط مشکل ریچ کردن سوپا. رگولاتوری که سالم باشه، فشار گازش همش مشکل نداشته باشه و فنار چیزاش استاندارد باشه، هیچ موقع لاستیک ریچی نمیشه. دوستان سوال چیزی دیگه بود دایرکت در خدمتتونم. امیدوارم که بتونید استفاده کرده باشید. تشکر از همکاریتون. خداحافظ.